سلام مامان، چطوری میتونیم یه ماسک خونگی روشن کننده و سفید کننده برای پوست درست کنیم؟ اگه میخوای یه ماسک لایه بردار، روشن کننده، سفید کننده، شفاف کننده پوست توی خونه درست کنی، خیلی راحت میتونی این کارو بکنی. با یه قاشق عسل، یه قاشق مرباخوری آب لیمو، یه قاشق مرباخوری ماست و یه قاشق غذاخوری سیب زمینی این کارو خیلی راحت انجام بدی. پس هزینه‌های اضافی رو بذار کنار و یه ماسک خیلی خوب و عالی برای روشن کنندگی پوستت، شفاف کنندگی و لایه برداری پوستت درست کن و به صورتت بزن. این ماسک رو به مدت 15 دقیقه روی صورتت بزن و بعد با آب ولرم بشور. مامان میشه خواص این ماسک رو به من بگی؟ بله. توی این ماسک سیب زمینی به کار رفته. آب سیب زمینی یه معجزه خونگی برای پوست صورت محسوب میشه. به طور کلی سیب زمینی سرشار از ویتامین های گروه B، C، پتاسیم، منیزیم و آنتی اکسیدان هست که به روشن شدن و شادابی و کاهش لکه های پوستت کمک میکنه. لیمو ترش برای روشن شدن پوست و رفع لکه های پیری و جای آکنه تاثیر گذاره.